امروز اومدیم برای شما شوبا هارتلند 2 رو معرفی بکنیم. من نورالدین هستم. این شهرک بسیار زیبا که شما میبینید و شاهدش هستی محصور شده و با کیفیت بسیار عالی به شما تحویل داده میشه. چرا اسمشو گذاشتن شوبا هارتلند 2؟ به خاطر اینکه در قلب انبیار قرار گرفته و این لقب رو فقط شوبا میتونه با خودش به یدک بکشه در مورد بهترین کیفیت ساخت. دسترسی به این شهرک بسیار زیبا از طریق جاده رأس الخور، ایدن و القدره هست. این شهرک تشکیل شده از ویلاها و قصرها و همچنین آپارتمان‌های مسکونی. اینقدر این شهرک زیبا و حائز اهمیته که سازنده خود شوبا قصرش رو در این منطقه بنا کرده. شهرک دارای سینما، مال بزرگ که برای فروشگاه ها هست، زمین های ورزشی و مدرسه، همچنین دریاچه قابل شنا هستش. در اینجا این 13 تاور که تشکیل شده در داخل این شهرک از یک سمت به سمت برج خلیفه ویو داره و از سمت دیگه به سمت کریک تاور. برای اطلاعات بیشتر راجع به این شهرک بسیار زیبای هارتلند 2 و برای بوکینگتون من در خدمت شما هستم. پیام بدید تا ادامه بدید.